Hola amigos، سلام دوستان، حالتون چطوره؟ میخوام توی این ویدیو یه کلمه پرسشی دیگه که کومو هستش و جمله هایی که میتونین باهاش بگین رو سوالی کنید رو براتون چند تا مثال بیارم. امیدوارم که به دردتون بخوره. کومو، چطور؟ خیلی چیزا رو میتونیم باهاش سوال بکنیم، مثل اینی که بگیم کومو puedo ir a la estación de metro. چطور میتونم؟ ¿Cómo puedo؟ چطور میتونم؟ ir a la estación de metro. چطور میتونم برم؟ ایستگاه مترو. ¿Cómo puedo ir a la estación de metro؟ یا سوال میکنیم ¿Cómo puedo comprar un billete de autobús؟ چطور میتونم؟ ¿Cómo puedo؟ چطور میتونم یه بلیت اتوبوس بخرم؟ ¿Cómo puedo comprar un billete de autobús؟ یا اینکه چیزی رو خریدین و حالا میخواین ببینین چطوری پرداختش بکنین. ¿Cómo puedo pagar؟ pagar پرداخت کردن. پس اینجا داری میگی که چطور میتونم پرداخت کنم. چطور میتونم پرداخت کنم؟ ¿Cómo puedo pagar؟ یا یه آدرسی رو میپرسی، میگی ¿Cómo puedo ir a la calle؟ حالا اسم خیابونو میگی. چطور میتونم برم خیابونه؟ اسمشو میگی. مثلا ¿Cómo puedo ir a la calle Goya؟ یا یه رستوران یا جایی هستین که میخواین ببینین چطوری میتونین یه ساندویچ سفارش بدین. میگین ¿Cómo puedo pedir؟ تقاضا کردن، سفارش دادن. ¿Cómo puedo pedir un sándwich؟ ¿Cómo puedo pedir un sándwich؟ چطور میتونم یه ساندویچ سفارش بدم؟ ¿Cómo puedo pedir un sándwich؟ حالا شما اون ساندویچ رو که سفارش دادین ممکن ازتون بپرسن ¿Cómo quieres؟ چطوری میخوای؟ ¿Cómo quieres tu sándwich؟ ¿Cómo quieres tu sándwich؟ ساندویچت رو چطوری میخوای؟ ساندویچت رو یا ساندویچ رو چطوری میخوای؟ یا شما سوال میکنن ¿Cómo quieres tu café؟ قهوه تو چطوری میخوای؟
como quieres tu té, como quieres tu whisky. قهوت رو چطوری میخوای؟ از کمد توی سوالایی مثلا میخوان بدونن که خونت چه شکلیه. ¿Cómo es tu casa؟ خونت چطوریه؟ خونت چه شکلیه؟ یا ¿Cómo es tu país؟ کشورت چطوریه؟ یا حتی از کامو برای پرسیدن شخصیت افراد هم سوال میشه کرد. مثلا میگن ¿Cómo es tu amigo؟ یعنی چطور آدمیه دوستت؟ دوستت چطوریه؟ چطوره نه ها، چطوریه. چون ما از اس برای حال احوال پرسیدن استفاده نمی کنیم. تو ویدیوهای قبلی توضیح دادم. از اس برای صفات یا ماهیت افراد استفاده می کنیم. میتونی بگی mi amigo es una buena persona. میگی دوست من آدم خوبیه. خب حالا شما برای من کامنت کنین و بگین ¿Cómo es tu hermano؟ اگه داری، اگه نه hermana. خواهرت یا برادرت چطور آدمی هستن؟ خواهرت حالا یا برادرت چطوریه؟ مرسی دوستان از اینکه با این ویدیو هم با هم بودیم و بازم مثل همیشه ازتون خواهش میکنم اگر انتقادی دارین، سوالی دارین، حتما برام کامنت کنین. خوشحال میشم. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.